در اوایل قرن 18 میلادی ایران شاهد یکی از تاریک‌ترین دوره‌های تاریخ خود بود. امپراتوری صفویه که روزگاری نماد شکوه و قدرت بود، در برابر هجوم ویرانگر محمود هوتکی معروف به محمود افغان فرو پاشید. این داستان تنها درباره سقوط یک امپراتوری نیست، بلکه روایتی است از کشتارهای بیرحمان قحطی بزرگ و تجاوزاتی که قلب مردم ایران را جریحه دار کرد. امروز با استناد به منابع تاریخی قدیمی از جمله کتب فارسی و غیر فارسی به جنایات محمود هوتکی در ایران میپردازیم. با ما همراه باشید. برای فهم فجایع سال 1722 میلادی باید به وضعیت امپراتوری صفویه در اواخر عمرش نگاه کنیم. صفویان که از سال 1501 توسط شاه اسماعیل اول بنیانگذاری شده بودند، در زمان شاه عباس بزرگ به اوج قدرت رسیدند، اما در زمان شاه سلطان حسین ضعف سیاسی، فساد دربار و مشکلات اقتصادی امپراتوری را شکننده کرد. لارنس لکهارت در کتاب خود می نویسد که ناتوانی شاه سلطان حسین و تمرکز بیش از حد بر خرافات مذهبی ایران را آسیب پذیر کرد. در قندهار میرویس هوتکی رهبر قبیله غلزایی علیه حاکم گرجی قندهار گرگین خان شورش کرد و خودمختاری منطقه را به دست گرفت. پس از مرگ میرویس در سال 1715 پسرش محمود هوتکی قدرت را به دست گرفت. او با متحد کردن قبایل غلزایی و هزاره و بلوچ سپاهی حدود 18,000 نفر تشکیل داد و به سمت قلب ایران یعنی اصفهان حرکت کرد. منابع تاریخی مانند ضبط التواریخ نشان می‌دهند که جاه طلبی محمود نه تنها به قندهار محدود نبود، او رویای فتح کامل ایران را هم در سر داشت. محاصره اصفهان و قحطی بزرگ. در مارس 1722 محمود هوتکی با سپاهش به نزدیکی اصفهان رسید. پس از پیروزی در نبرد گلناباد، او شهر را به محاصره 6 ماهه کشاند. این محاصره یکی از هولناکترین فصول تاریخ ایران است. طبق گزارش‌های تاریخی قحطی شدیدی شهر را فرا گرفت و حداقل 80,000 نفر از گرسنگی و بیماری جان باختند. مردم ناچار به خوردن علف، پوست درخت و حتی سگ و گربه شدند. گزارش‌های تکان دهنده‌ای هم از منابعی مانند جهانگشای نادری حکایت از اون داره که برخی از شدت گرسنگی به خوردن اجساد روی آورده بودند. خیابون‌های اصفهان پر از اجساد متعفن بود و بیماری همه‌گیر شده بود. محمود هوتکی با استراتژی محاصره عمدن شهر را در گرسنگی نگه داشت تا مقاومت صفویان را در هم بشکند. شاه سلطان حسین که فاقد توانایی نظامی بود نتوانست شهر را نجات بده. سرانجام در اکتبر 1722 شهر تسلیم شد و محمود وارد پایتخت شد. اما این پایان رنج مردم نبود. پس از تسلیم فجایع جدیدی آغاز شد. نیروهای هوتکی دست به غارت گسترده شهر زدند. کاخهای صفوی، مساجد و خانه‌های مردم را تخریب و چپاول کردند. اما قحطی تنها مصیبت نبود. گزارش‌های تاریخی از جمله نوشته‌های لکهارت نشان می‌دهند که سربازان هوتکی به زنان و دختران شهر تجاوز کردند. این تجاوزات که با وحشیگری انجام شد به قصد تحقیر مردم و شکستن روحیه آنها بود. بر اساس اسناد این اعمال چنان گسترده بود که حتی برخی از سربازان هوتکی از شدت خشونت‌ها دچار وحشت شدند. محمود هوتکی پس از فتح اصفهان خود را شاه ایران خواند، اما حکومت 3 ساله او پر از جنایات هولناک بود. محمود افغان به دلیل بدگمانی شدید دست به کشتار گسترده درباریان صفوی و حتی برخی از نزدیکان خود زد. یکی از وحشتناکترین جنایات او قتل عام فرزندان شاه سلطان حسین بود.
منابع گزارش می‌دهند که او تمام پسران شاه به جز 2 نفر را کشت. در یکی از تکان دهنده ترین موارد باقر میرزا پسر 7 ساله شاه جلوی چشمان پدرش سربریده شد. این اقدام نه تنها برای تحقیر خاندان صفوی بلکه برای از بین بردن هر گونه تهدید احتمالی برای تاج و تخت بود. تجاوزات جنسی نیز بخشی از جنایات هوتکی‌ها بود. سربازان محمود به ویژه در مناطق تازه فتح شده به زنان و دختران بی‌دفاع حمله می‌کردند. این اعمال که ریشه در تعصبات مذهبی و تحقیر شیعیان داشت، به گزارش منابع تاریخی باعث نفرت عمیق مردم از هوتکی‌ها شد. محمود که شیعیان را رافضی می‌خواند، با فتواهای علمای ضد شیعه به این جنایات دامن زد. علاوه بر این، قحطی در سراسر ایران گسترش یافت. ناامنی راه‌های تجارت را متوقف کرد و مردم در شهرها و روستاها از گرسنگی رنج می‌بردند. منابعی مانند جهانگشای نادری گزارش می‌دهد که برخی مناطق به دلیل کمبود غذا کاملاً خالی از سکنه شدند. حکومت محمود هوتکی دوام چندانی نداشت. در سال 1725 او به دلیل بیماری روانی و فلج درگذشت و پسر عمویش اشرف هوتکی به قدرت رسید. اما اشرف نیز راه خشونت را ادامه داد. سرانجام در سال 1722 نادر قلی افشار در نبرد مهماندوست هوتکی‌ها را شکست داد و اصفهان را آزاد کرد. جنایات محمود از کشتار و قحطی گرفته تا تجاوز زخم‌های عمیقی بر پیکر ایران گذاشت. امپراتوری صفوی فرو پاشید و ایران وارد دوره‌ای از هرج و مرج شد. اما این فجایع درس بزرگی به ما می‌دهد. ضعف داخلی و تفرقه می‌تواند هر ملتی را به ورطه نابودی بکشاند. داستان محمود هوتکی و جنایاتش از کشتارهای بیرحمانه تا قحطی و تجاوز یادآور شکنندگی تمدن‌ها در برابر طوفان‌های تاریخه. این رویدادها ما را به تأمل در اهمیت وحدت و رهبری قوی دعوت می‌کنه. اگر این ویدیو براتون جذاب بود، لطفاً لایک کنید، نظراتتون رو بنویسید و کانال ما رو سابسکرایب کنید. تا ویدیوی بعد مراقب خودتون باشید.